مقصود شریعت این که انسان در نمازش باید با خشوع با حضور قلب استد. چخیلی که قالبتان به قبله روی می بیارد، قلبتان هم به قبله روی بیارد. بنابراین بعضی علما مثال آن آدمی که در نمازش پر هوشش در خارج است گفتن که مثال آن آدمی که به نزد پادشاه در آمده است و از درش در آمده است و برای اینکه برای و این قبول کرده است، به جای اینکه سخنش گوید و شکایتش کند و حاجتش طلب کند، از تیریزه به کوچه نگاه دارد، به روی حوله پادشاه بیرون نگاه دارد، اهمیت نمیتید به پادشاه. خلاصه مقصود شریعت این است که بنده هم با قلبش و هم با قالبش به الله تعالی روی بیارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ان تعبد الله کانک تراه. احسان این است که تو الله تعالی را چنان عبادت کنی که گویا که الله تعالی را میبینی. بنابراین وقتی ایستادنم انسان به آداب می ایستد، حس میکند که در پیشگاه پروردگار تمام عالم ایستاده است. و این لم تکن ترا فانه یراک. اگر نتوانی الله تعالی را حس تصور کرده نتوانی که تو او را میبینی، دان که او تو را میبیند، او تو را دیده ایستاده است. بنابراین هیئت خود را آداب و اخلاق نگاه دار. در وقت نماز تو در پیش الله تعالی ایستاده ای،